دو تن از خویشاوندان نزدیک یادگار غلام حیدروف، یکی از لیدرهای غیر رسمی پرنفوذ نویه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان، در دوشنبه به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. در این باره روز 29 نوامبر سال 2022 ژورنالیست انوره سرکارova که اساساً رویدادهای ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند خبر داد. خود یادگار غلام حیدروف 31 ماه سال جاری در جریان یک عملیات ویژه همراه با 4 نفر دیگر در ناحیه روشن کشته شده بود. بنا به اطلاع انوره سرکارova، فراموز غلام حیدروف برادر 43 ساله یادگار غلام حیدروف به 15 سال زندان و دانش اسمتوف 37 ساله جیان او به 10 سال زندان محکوم شدند. بچه ایبدار دانسته شدن فراموز غلام حیدروف هنوز معلوم نیست، ولی دانش اسمتوف بنا به اطلاع سرکارova دادگاه در عضویت در گروه متشکلانه جنایتی گوناگون شناخته است. انوره سرکارova می نویسد که فراموز غلام حیدروف به فعالیت‌های سیاسی یگان ربط نداشت و بازداشت و حکم او یک نوع انتقام از موقع‌گیری‌های برادرش است. دانش اسمتوف ساکن دهه دیرزود نیز به نوشتن سرکارova در اعتراضهای ماه می در دهه ومر مرکز نویه روشن اشتراک نداشت، ولی از تیر اسنایپر زخمی گردیده و دستگیر شد. دانش اسمتوف یک فرزند و تقویش فراموز غلام حیدروف 2 فرزند داشتند. غلام حیدروف یادگار محمد بیکوویچ سال تولدش 1974 ساکن دهه دیرزود نویه روشن بوده. در سالهای جنگ شهروندی در جبهه طویل‌دره تحت فرمان میرزا ضیایف معروف به میرزا جگه فرمانده ارشد اتحاد نیروهای مخالفین می جنگید. بعد امضای سازشنامه صلح او تحت رهبری میرزا ضیایف چند سال در وزارت حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان کار کرد و سپس به زادگاهش برگشته سالهای آخر در دیرزود زندگی میکرد. در ماه می و ایون سال 2021 کوشش بازداشت یادگار غلام حیدروف که به حمایت از یک همدهه به قاچاق مواد مخدر گمانبر شده با کارمندان مقامات بر شده بود، باعث اعتراضهای عمومی در نویه روشن شد. آن وقت قضیه با میانروی یادگار فیضوف رئیس وقت ولایت مختار کوهستان بدخشان حل شد و یادگار غلام حیدروف از جوابگری برای ممانعت و فعالیت نمایندگان حاکمیت خلاص شد. در ماه می سال 2022 دهه ومر به مرکز اساسی موج نو اعتراضات در بدخشان تبدیل یافت. صبح 8 می مقامات از شروع عملیات در روشن خبر دادند و اعتراضگران را با استفاده از نیروهای ویژه و سلاح پراکنده کردند. مقامات کشته شدن 29 تن از اعتراضگران را که آنها را اعضای گروه‌های متشکل جنایتی نام می‌برد رسما تصدیق کرد، ولی سازمان ملل هنوز در روز اول سرکوب اعتراضهای روشن از کشته شدن دست کم 40 نفر خبر داده بود.